ادامه پارت دومه و براتون بگم که وقتی که رفتیم بیمارستان اینا کلی به این طفلک شوک زدن و اینا، اما این بر نگشت دیگه، تمام. بعد به خانومش میگفتن این چی مصرف کرده، میگفت هیچی، میگفت چیزی خورده، میگفت نه، تا اینکه این آخرش دکتری یه دستی انگار بزنه اومد بیرون و گفت که چرا خانم دروغ میگین، الان آزمایش کردیم چیزی خورده که. و این استرس گرفت و اون لحظه گفت چیزی که نه، فقط آب میوه خورده. بعد گفت که واسه چرا میگی چیزی نخورده، چی توش ریخته بودی؟ این گفت هیچی، به خدا من چیزی نریختم. بعد دکتر دوباره یه دستی زده بود دیگه، دوباره گفت منظورم اینه که شربت چی بود. بعد این گفت که شربت پرتقال بود درست کردیم و یه لیوان من خوردم، یه لیوان برای خودم، یه لیوان برای این، که این لیوان منم این خورده بود، کاری ندارم حالا ببین. بعد دکتر برگشت به من گفت که برو لیوان رو، تو گوش من گفت برو لیوان رو برد و بیار حتی اگه شسته شده. بعد من داغ بودم، خود داداشم از دست داده بودم، نفهمی کردم و گفتم منظورت چی؟ داد زدم منظورت اینه که زن داداشم کشته، اگه اینطوری عجب کرد کار خوبی کرده، خیلی هم خوبه، به شما مربوط نیست. و این دکتر گفت بعد پشیمون میشه. و تقریبا بعد از یه هفته یا 10 روز بعد از مرگ داداشم بود که کم کم صحبت این شد که این باید ازدواج کنه و فلان. 40 داداشم تمام شد که یه بنری ما زده بودیم سر کوچه، این بنر رو زن داداشم برده بود تو خونه، به دیوار زده بود. من این رو رفتم دیوار برداشتم، گفتم این چی اینجا زدی؟ این آینه دق شوهرت میشه. گفت شوهر کجای؟ و من بعد از این به هیچ کی دل نمیبندم نفا. من گفتم شما زنم کنید، فقط کافیه 10 دقیقه با یک مرد توی یک رخت خواب باشی، دیگه عشقت میشه اون آدم. و این لطف خداست برای شما زنان. و این گردن نگرفت. 5 روز بعد از این گفت خواستگار اومده، چیکار کنم؟ گفتم من چه بدونم چیکار کنی، خواستگار اومده الان وقتش نیست و این حرفا. 2 روز بعد از این خواستگار گفت من اینو میخوام، یعنی 42 روز بود. بعد دوباره من رفتم دیدم طرف آقا یه کارتون خواب چیز داغونه اصلا. بعد گفتم آقا اینجوریه فلان، نذاشتم. دومی 4-5 روز بعد اومد دوباره معتاد بود، نذاشتم. سومی هم معتاد بود، نذاشتم. انگار فقط این معتادار خودشون انگار هماهنگ کردن که آقا اینا بیان و این دنبال شوهر کردن باشه و ما نذاریم.